ای خدا. کجا بذارم خوب ببینید؟ همینجا اگه بذاری من تست میکنم. نه بذار یه جا بذارم دیده شه. شاه حسینی جان شاه حسین چیزی راجع به اینا میدونی؟ یکیشو گفتیم که هندونه خوبی نباشه. نمیدونم. آها یکیش مطمئنیم هندونه خوبی نیست. میخوام بگم اون کدومه. آها بگو. اتفاقا بهتر چاقو داریم؟ اینجا هست. با لطفا. ببخشید دوستان من یه ذره سکوت رو رعایت کنید که این اصلا بهتره. یه بار دیگه از اونجا. یه بار دیگه جان رامود از اونجا بیا. این اصلا بدتره. این از همه بدتره. آره. یه بار دیگه بزنید. آره. این از همه بهتره. این از همه بهتره، این از همه بدتره. همین دوتا رو مقایسه کن فقط. این خیلی شیرینه، اون شیرین. خدای آبروی هیچ بنده رو جلوی هموطناش نبر. الان شیرین خداییش دیدی شیرین. حالا اینو بگو. همه چی رو فکر میکردم تو برنامه خندوانه، این یک موضوع به ذهنم نرسید. اولین بارم هست در کل خندوانه به اینجا کشیده کارمونه. احسان قشنگم گفتی این بده این عالیه. آره. اون بده بود؟ شیرین بود؟ خیلی. به من نده. خیلی ماشاءالله چاقوه. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین نیست حالا این خیلی شیرینه. من در مقایسه با هم گفتم، یعنی یه جوری باید درستش کنم دیگه. هندونه‌های الان همه خوب شده. ای خدا. این شیرینه. برو ببینم اون چطوری. بسم الله. اصلا قیافش معلومه. ولی خیلی فرق آنچنانی نداشت. نداشت. هندونه هاتون خوبه. دمتون گرم.